سلام به دوستان خوب فیلمخانه در تلویزیون یوتیوبی فرهنگخانه مدیا. دوستان، همونطور که میدونید یا اگه نمیدونید حالا بدونید، من برای سفری اومدم به لس آنجلس. هنوز ما نرسیده بودیم و عرقمون خوش نشده بود که فیلمنت یک مجموعه نمایشی جدید به نام گردنزنی که البته قبلا هم خبرش داده بود، ساخته سامان، یعنی به کارگردانی سامان سالور و به نویسندگی زامیاد سعدونیان که ما قبلا یک کار سراسر شب با فرزاد معتمن رو دیده بودیم از ایشون که باز فیلمنامه اونم ایشون نوشته بود که خب فیلم قابل توجهی بود. و تهیه کنندگی علی قربانزاده. علی قربانزاده شانسی نداشت که بازیگر خوبی بشه، ولی خب نشد به هر دلیل و به هر تعبیر. امیدوارم که تهیه کننده خوبی بشود. خب بریم یه تیزر راجع به این سریال ببینیم و برگردیم در موردش صحبت کنیم. فیلمنت تقدیم می‌کند. گردنزنی. میگم یه کلمه من بگو کیه اون عوضی که ازت فیلم داره؟ گویی که زدی انگشتموی شهرم کردی. من مطمئنم پای یکی از اعضای خانواده این وسط گیره. فکر کردم تو هم مثل من ترسیدی، ولی الان میبینم همتون ترسناک شدی. مافیات کیه امشب جناب سروان؟ سایدمون با هم چیه؟ من سفیدم، سیاهم، چجوریه؟ عفس باباتو نکشیدم منو بپیچونی. یه پایین. امشب دارم میرم سراغش. بابا تو چقدر لجنی دختر، چقدر حیوانی. من این سیاهم و تن خودش و خانواده‌اش نکنم ولکن ماجرا نیستم. هر کاری دلت میخواد بکن، ازت نمیترسم دیگه. بمیری بمونی هیچ جامم نیست. آقا تو کیه اصلا این بخته گفته تو زندگی ما؟ حداقل چیزی بگین که فردا بتونی تو روی هم نگاه بکنی. من کلا اهل مخفی کاری نیست. بذار بفهمیم کدوم حرومزاده‌ای که پشت این ماجرا خوابیده. این ناموس وسط بود بابا. تو من باشه هر چقدر آدم فکر کنید زرنگید یه جا اشتباه میکنید. من اونجا میام بالا سرتون. گردنزنی. کارگردان سامان سالور. تهیه کننده علی قربانزاده. خب همینطور که دیدید و از حال و هوای همین تیزرم مشهود بود، ما با یک درام معمایی جنایی خانوادگی اجتماعی روبرو هستیم و اونجور که در خلاصه این مجموعه منتشر شده، در واقع باران که خانم الیکا ناصری نقششو بازی میکنه و نیما که کیسان دیباج، هر دو این بازیگران من اولین بار اسمشون رو میشنوم. بازیگرای جدیدی هستن، شاید اولین کارشون باشه. ازدواج میکنن، شب عروسیشونه، میخوام برن ماه عسل که یک خلافکاری به نام شاهرخ با بازی پوریا رحیمی سام که خب بازیگر خوبیه، به خصوص در این نقش ها که تا به حال خوب بوده. امیدواریم در نقش یک هم ببینیمش که خوبه. حالا الان افتاده رو دور خلافکار بازی کردن و خوبم بازی میکنه. اینا اتفاقی براشون میفته، سرنوشتشون تغییر میکنه و ظاهرا اینجوری که نوشته شده در فیلمنت، تک تک سرنوشت تک تک اعضای خانواده
با رو شدن مسائلی که پنهان مانده بود در واقع تغییر میکنه. قسمت اول این سریال نمیشه راستشو بخواید روی قسمت اول میشه نظر داد که سریال بده، اوت، ناجوره و دیگه ندیدش. با همون قسمت اول میشه این کار اتفاق بیفته، ولی به ندرت، یعنی مجموعه های کمی هستن که اینجوری میشه در قسمت اولش قضاوت کرد در موردش، مگر مجموعه‌ای که قسمت‌های قبلش رو دیدیم و انتظار چیز خوب ازش نداریم. ولی معمولا بعد از چند قسمت که پخش بشه تا حدودی سرنوشت سریال مشخص میشه، چون سریالی که نتونه در چند قسمت اول مخاطب رو جذب کنه یا منتقدین رو جذب کنه یا هر دو، معمولا با هر پایان خوبی هم که داشته باشه دیگه سریال خوبی محسوب نمیشه. به هر حال بازیگرای خوبی، یعنی در خوب که میگم در حد همین کسایی که الان تو شرایط فعلی حاضر به بازی میشن یا اینی که بالاخره ممنوع کار نیستن، البته حالا ممنوع کارش که خودشون حاضر نمیشن با حجاب اسلامی بیان و بازی کنن. بازیگرای خوبی مثل خانم رویا نونهالی، الهام پاونژاد، سمیرا حسنپور، اینا خانمایی هستن که بازی میکنن و البته تعداد ترلان پروانه، اینا خانمایی هستن که خب با حجاب و مقررات سفت و سخت ساترا در این سریال ظاهر شدن. البته ساترا درسته که مال تلویزیونه، ولی خب اینا تقسیم بندیایی دارن، در نمایش‌های خانگیشون یه مقداری دست بازتر برخورد میکنن، یعنی تقریبا مثل سینما که قبلا دست بازتر بود و تلویزیون که بدترین نوع مثلا حجاب رو به خانم‌ها تحمیل میکرد، اینا یه مقداری بهتر. آقایون هم که مهران غفوریان، حسن معجونی، مهدی حسینی نیا، که مهدی حسینی نیا بازیگر خوبیه ولی متاسفانه داره خودشو تو سریال‌های بعد خرج میکنه. همونجوری که گفتم پوریا رحیمی سام، پژمان بازقی، بهنام تشکر، حسن زاره و تعداد دیگری از محمد ولیزادگان و تعداد دیگر که در این سریال بازی میکنن. ببینید این یک ژانر خاصیه که نوشتن فیلمنامه‌اش کار سختیه، به خاطر اینی که نوشتن فیلمنامه معمایی اصولاً کار سختیه، یعنی باید خیلی مراقب باشی که گاف ندیم. ما میدونیم کارگردانای بزرگی فیلمایی ساختن که به نوعی معمایی بوده ولی متاسفانه پر از گاف بوده. حالا نمیخوام وارد اون فیلم‌ها بشم. تا اینجا از نظر فیلمنامه در همین قسمت اول فیلمنامه خوب بوده، یعنی بالاخره یه فضایی رو نشون میده میاد، ولی به نظر من کارگردانی سامان خوب نبوده، یعنی آب و دونش به قول معروف جداست، جا نیفتاده، ریتم مناسبی نداره، یعنی ریتمش درگیر نمیکنه آدمو، ریتمش افت داره، در حالی که میشد با همین فیلمنامه با یه ریتم بهتری یک اثر دیدنی تری ساخت. حالا امیدواریم در قسمت‌های بعدی، از اول بگم که خب من قسمت بعدی این سریالم میبینم، ببینم چجوری میشه، به کدوم سمت پیش میره. اگر که دیدیم تا حدودی خوبه، حتی تا حدودی، چون ما الان توقعمون آوردیم پایین، اینم بگم توقع ما از هر گونه ساخت مجموعه تلویزیونی اومده پایین.
دیگه شاهکاراش هم دچار مشکلات عدیده ای هستن. به این خاطر امیدواریم که بتونیم یه مجموعه نمایشی با نمره قبولی بگیریم. خب پس دیگه میذاریم برای هفته بعد و قسمت‌های بعدی و احتمالاً 2-3 قسمت دیگه که پخش شد خدمت رو میرسیم برای اینی که ببینیم نبینیم چیکار کنیم، یا چیش خوب بوده چیش بد بوده. اجازه بدید در پایان سخن از خانم دکتر پروانه والی تشکر کنم، مدیر داروخانه فارمسی ورد در بردابیانگ که اسپانسر این برنامه بودن. همین دیگه.